هر وقت مردم در شرایط شادمانی پس از پیروزی هستند، اونا تلاش میکنن با ایجاد یک تنش اجتماعی یا بحران کام شیرین مردم رو تلخ کنن. یعنی معتقدید که خرابکاری در راهه؟ در اینکه چنین تصمیمی دارن شک ندارم. یه مملکتی اینقدر جنایتکاره به فرض، اصلا اینقدر اینو پدر سوختن صحبت منو تقدیم میکنم، میترسم حرف بزنم دیگه. خب تا این حد شما میگی جنایتکاره که میره یه قصه مثل شاهچراغ درست میکنه که حکومتش چیه؟ ادامه پیدا کنه دیگه. خب چه کاریه؟ بگی لخ کنید که راحت تره، که از فردا مقبولیت میشه 95%. ها این که بری داعش درست بکنی که یه کار خیلی بدیه. هیچ کشوری تو دنیا سکولارترشون هم اگر انجام بدن که اون انجام میدن، نمیگن کردیم، اما کلی کشور اسلامی داریم که یعنی این اون خیلی سخته، این تازه پذیرفته شده است تو دنیا. و چه کاریه؟ یعنی با هم به همین دو تا چهار تا فکر نمی‌کنید؟ یعنی خدا وکیلی بین الله تا قبل این ماجرا، حالا همین شلوغی این 7 8 روزه بذار کنم، اون چیزی که تو خیابون بود حجاب بود اسمش. نه یعنی واقعا مثلا وایساده بودن یه تارمود بیرون بود میگرفتنه. من برای چی که از مخالفتی با شیوه اجراییش ارشاد داشتم برای چی بود؟ میگفتم آبرومونو برده برای چیزی که نیست. یعنی اگه می بود اوکی، مثلا یه هزینه‌ای داری میدی بابت این، اما نیست. یعنی یه چیزی بود که آبروی رو میبرد اما واقعا هم هیچی نبود، جایی نبود. یعنی کدوم خیابونا راه میرن اینا؟ ما تو همین خیابونا میچرخیم. کم بین دو تا چهار تا فکر نمی‌کنید؟